سلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدین به یکی دیگری از برنامه آموزشی که من امروز در مورد درایو گوگل با شما صحبت میکنم و چگونگی استفاده و تمام فواید درایو گوگل با شما در جریان میگذارم. طبقی که من همیشه استفاده میکنم از گوگل سرچ، در گوگل سرچ ما شما نشته میکنیم که drive.google.com. وقتی که من انتر بکنم بر من درایو باز میکنه. شما در این قسمت میبینید که لوگوی درایو هست. قبل از اینکه برم روی محتوا و تمام موضوعاتی که در این قسمت از گوگل درایو هست، آپشن هایی که بر ما داده شده از نیو شروع تا به استوریج، میخوایم یک معلومات کلی در مورد خود درایو گوگل بر شما بدم که کارکردش چی است و چی کارها رو به ما میتونه انجام بده. درایو گوگل که هست در کامپیوترهای ما و در تمام موبایل هایی که ما استفاده میکنیم، چی اندروید باشه چی آی او اس باشه، ما میتونیم که در درایو گوگل ساین اپ بکنیم و تمام اسنادها، فولدرها، شیت ها، ام اس آفیس وردز و تمام اپلیکیشن هایی که ما در او دسترسی داریم میتونیم او را ذخیره بکنیم، در این قسمت ذخیره بکنیم. که خوبی درایو گوگل ای است که ما شما را اجازه میده که در کلاود ذخیره بکنیم یا استوریج بکنیم تمام اسنادهای خود، با شمول عکس، تصویر، مایکروسافت شیتس، داکومنت، گوگل، هر آن اسناد یا محتوایی که داشته باشیم ما میتونیم اینجا ذخیره بکنیم که اگر زمان ما موبایل خود و یا لپتاپ خود از دست بدیم، بشکنه، بسوزه و تمام اسنادایی که ما در کلاود داریم این محفوظ میمونه. هر زمانی که ما دوباره وسیله نو یا دیوایس نو، چی لپتاپ باشه و چی موبایل باشه، خریداری بکنیم و در این ساین این شویم، ما میتونیم اسناد خود بعد از هر مدتی که باشه، یک روز، 2 روز، 1 هفته، 1 ماه، 1 سال و چندین سال بعد میتونیم چی کنیم؟ دوباره به دست بیاریم. پس بر ما شما ضروری هست که در مورد درایو بفهمیم. ایرا ما بر پوید دوستای این معلومات آموزشی را تهیه میکنم و در مورد درایو گوگل صحبت میکنم تا از این اپورتونیتی یا از این مزیت استفاده بکنه و بتونه در آینده نگران تمام فایل هایی که داره هرگز نباشه. به طور مثال میامیم از قسمت نیو شروع میکنیم که آپشن نیو با شما چی میکنه. وقتی که ما روی نیو کلیک میکنیم در این قسمت با شما نشان میده نیو فولدر، یعنی به این معنی که وقتی ما ریزی کلیک کنیم میتونیم یک فولدر را بسازیم مثلا به نام احمد و در این قسمت این فولدر به شما ظاهر میشه و هرگاه ما بخوایم هر اسناد خود بخوایم در این قسمت ذخیره بکنیم ما میتونیم داخل از این پرتیم و وقتی زمان ما فولدر احمد باز بکنیم اون مو عکس یا تصویر میباشه. باز میریم روی نیو کلیک میکنیم در قسمت فایل اپلود. اگر ما مجموعی از اسنادها را داشته باشیم که چندین دانه باشه و از هر بخش که مثلا در قسمت دانلود باشه، دسکتاپ، هر جای از لپتاپ یا پی سی ما شما میتونیم رو انتخاب بکنیم و در این قسمت برش چی بگیم؟ اوپن. بعدا ما میتونیم اون اسناد خود در این قسمت چی کنیم؟ ببینیم که بر شما آورد. بعد میریم روی نیو کلیک میکنیم ما چطور میتونیم یک فولدر اپلود بکنیم مجموعه از اسنادها رو. به طور مثال من میرم انتخاب میکنم. شما فکر کنین که این یک مجموعه از اسنادها است که در حدود 10 جی بی یا 5 جی بی اسناد است که ویدیو شاملش است، عکس شاملش است، صفحات مثل مایکروسافت اکسل شیت، ام اس ورد شیت وجود داره و میخوایم چی کنیم؟ اپلود کنیم. زمانی که میره اپلود کنم به شکل دستجمعی تمام اسنادها در هیچ قسمت نشان میده که upload 26 files to this site. وقتی ما برش اپلود بگویم اون را با تمام محتویاتش به ما در اینجا میاره. میموری گزینه بعدیش همچنان ما میتونیم گوگل داکومنت در این قسمت اپلود بکنیم. هرگاه ما میخوایم یک محتویات را تشکیل بدیم، به طور مثال ما میایم روی گوگل داکومنت کلیک میکنیم با ما شما این صفحه باز میشه. در قسمت دست چپتان شما میتونید ببینید که در این قسمت نوشته است. ما میتونید بر از این نام بدیم، به طور مثال کابل جان. وقتی که من این انتر بکنم اینمی صفحه‌ای که برای ما ایجاد داده شده که ما میتونیم محتویات رو درج بکنیم به نام کابل جان است. مثلا استار همچنان کلیک میکنم و میایم به طور مثال یک مجموعه از خطها است به این شکل این کپی میگیرم و در این قسمت چی میکنم؟ پیست میکنم. زمانی که ما شما بریم در گوگل ها
و در این قسمت ببینیم اینمی اسناد به ما ایجا آمدن به نام کابل جان. هر مدت دیری که ما رو دوباره باز بکنیم ما رو پس میبره به مصفحه، یعنی گم نمیشه. شما همچنان میتونید در این قسمت محتوا کلید بکنین، برش نام بتین و همچنان از قسمت فایل یا آپشن رو استفاده بکنین و در قسمت ایدیت میتونین ایدیت بکنین و در قسمت ویو میتونین ویوش بکنین، کامنت هایش و در قسمت انزرت حتی شما میتونین یک تصویر در این قسمت چی کنین آپلود بکنین از کامپیوترتان. به طور مثال ما میخوایم که این لینوو رو در این قسمت چی کنیم آپلود بکنیم. شما دیدین و روی هر تغییرات که بیارم ما میتونم روی تغییرات بیارم. این هم ما شما فهمیدیم. میریم روی گوگل درایو یا درایو گوگل خود روی نیو کلیک میکنیم. به عین شکل ما میتونیم از گوگل شیت استفاده بکنیم، از گوگل سلایدز. گوگل سلایدز بر ما شما کمک میکنه که اگر ما کنم پرزنتیشن یا ارائه معلومات در مورد بزنس خود، در مورد کارهای شخصی خود و همچنان کارهای که در جمع اجرا شود و ما بخوایم برای جمع از افراد معلومات را بکنیم از گوگل سلاید استفاده میکنیم. همچنان گوگل فرم و قسمت مور بر ما شما ای آپشن ها را میده که ما میتونیم از گوگل مپ، گوگل دراونز استفاده کنیم. از این گذشته ما میایم روی هوم که ما فعلا در این صفحه یک هستیم. این صفحه را به نام صفحه هوم یاد میکنه. اگر ما در این قسمت هر اسناد خود سرچ بکنیم میتونیم از جمع اسنادا پیدا کنیم. به طور مثال من نشته میکنم که هوم، ما در این قسمت 3 فایل دارم که با این مچ میکنه. هر گروهی هر کدامش کلیک بکنه اون فایل رو چی میکنه باز میکنه. که ما این فایل یا می اسناد به نام هوم چی کردیم در این قسمت سیو کردیم. میایم قسمت بعدی که ما بر شما بگویم فولدر هایی که در اینجا هست، فایل هایی که در اینجا هست و فولدر هایی که در اینجا هست بر ما نشان میده که ما در مجموع 3 فولدر داریم که داخل از این معلومات وجود داره و به این اندازه فایل ها داریم که در اینجا وجود داره. ما از قسمت تایپس میتونیم انواع و اقسام چیزهایی که دوست داشته باشیم. هر گروهی به طور مثال روی پی دی اف کلیک بکنیم با ما و فایل های رو نشان میده که پی دی اف باشه. و ما دوباره میاییم به هوم و در قسمت پیپل ما شما میتونیم او افراد اشخاص را که بخوایم همراهشان در تماس باشیم و معلومات بر اونا ارسال کنیم و اونا با ما ارسال کرده باشن. از این طریق ما میتونیم به شکل گروه یا انفرادی اونا رو پیدا کنیم. و قسمت مودیفاید همچنان بر ما شما نشان میده که ما چطور بتانیم از امروز معلومات چه ببینیم، از یک هفته پیش ببینیم، از 30 روز پیش ببینیم، از یک سال قبل ببینیم یا از چندین سال قبل ما شما ببینیم. و همچنان در قسمت لوکیشن ما شما میخوایم بفهمیم که معلومات را که داریم از تمام جاها باشه، فقط دمی درایو باشه، یا او که اسنادایی که ما با امرای کسای شریک ساختیم یا او اسنادایی که ما استار دادیم. اگر شما یاد داشته باشین چند دقیقه پیشتر ما فایل را کرییت کردم در او استار زدم و استار گرفتمش. وقتی ما روی استار کلیک بکنم بر ما او اسنادای ما نشان میده که ستاره داشته باشه، یعنی ما نشانیش کرده باشیم. شما میبینید که کابل جان و پاسپورت اینا هر دوش استار دارن. باز دوباره میایم در هوم که ما بر شما گفتم بنت بر ما شما نمو ریسایکل بن یا مو ترش کنر میگه که ما هر اسناد خود دلیت کرده باشیم ما میتونیم در قسمت ببینیم. به طور مثال ما میایم در قسمت watermark for YouTube و ما میخوایم در قسمت سین کلیک بکنم قسمت more option و بر من آپشن زیاد میده. اگر ما بخوایم از این قسمتی را باز کنم برام باز میکنه، دانلودش کنم دانلود میشه، رینیم کرده میتونم، یک کاپیش میتونم بسازم. به همین شکل شما میتونین هر اسنادتان کمی آپشن روش تطبیق بکنین انجام میشه، امروی کسی شیر بسازمش، لینکش و یا خود معلومات مستقیم بر نفر و بر شخص مقابل روان میکنه. همچنان قسمت ارگانیزیشن موو بسازمش از یک لوکیشن به لوکیشن دیگه برش اد شارتکت کنم و هم اد استار بتمش میتونم. و ما میایم روی گزینه موو تو بن که پیشتر ما شما گفتم ما میخوایم امی واترمارک فور یوتیوب موو تو بن کنم، یعنی دلیتش کنم از اینجا. شما دیدین که از این قسمت دلیت وقتی که من روی بن بیایم کلیک بکنم بر ما شما نشان میده که ما این از این قسمت چی کردیم دلیت کردیم. اگر بخوایم که تمام بن خود دلیت بکنم در قسمت empty بن میرم و تمام بن برام از این قسمت چی میکنه دلیت میکنه، ما روش کلیک میکنیم. باز از ما پرسان میکنه آیا مطمئن هستی all item in the bin will be deleted forever and you won't be able to restore them. این مسیج با ما بخاطر میده که از ما
اطمینان میگیره که شما مطمئن هستین این فایل هایی که دلیت میکنین دوباره هرگز نخواهد به دست آوردین. چون من مطمئن هستم به این ضرورت ندارم، میگم delete forever و بینم از این قسمت چی میشه؟ پاک میشه. میم دوباره روی هوم، تمام چیزها رو ما با شما گفتم این قسمت و میم در قسمت بعد از هم مای درایو اینمی درایو ماست که مریش هست و در این قسمت شما تمام چیزا میبینین، یک اکتیویتی های ما رو نشان میده، در طول روزی دیتیلز هست و همچنان در قسمت کامپیوتر هرگاه ما بخوایم که معلومات خود با کامپیوتر که داریم با درایو لینک شریک بسازیم، ما میتونیم که در این قسمت تمام آپشن ها را، فولدر ها را و تمام درایو ها را از این قسمت ببینیم و موجود میباشه. اگر بخوایم یک چیز را با کسی share it with me بکنیم، ما میتونیم که او را بین خود و شخص دیگه شریک بسازیم. رستند گزینه هست که همه ما آگاه هستیم، تمام فعالیت هایی را که تاکنون انجام دادیم بر مورد قسمت نشان میده. start تمام معلومات هست که ما شما را ستاره زدیم. اسپم او چیزها و معلومات هست که بر ما شما قابل اعتبار نیست و ما را یا دمیج دیده یا ضرورتش نداریم، مثل یک کثافت دانی یا ترش دانی هست که ما میتونیم تمام چیزهایی را که دوست نداریم از بین ببریمش تا که از دسترسی نداشته باشه دیگه جمع دادیمش. و بینم پیشتر بر شما معلومات دادم که در بین ما شما میتونیم تمام چیزهایی را که دلیت کردیم از دریافت کنیم و از بین اگر خواستیم دلیتش بکنیم و هیچ وقت ما به اون دسترسی پیدا کرده نمیتونیم. و موضوع آخر استوریج است که هر درایو گوگل در حدود 15 جی بی بر ما شما حافظه میده تا ما معلوماتی که داریم، اسناد و شواهدی که داریم ما بتونیم از او استفاده بکنیم و در اینجا ذخیره‌اش بکنیم. از او بیشترش ما نیاز داریم که چی کنیم؟ استوریج بگیریم. وقتی که روی استوریج کلیک بکنیم بر ما شما استوریج ما رو نشان میده که ما از 15 جی بی 1.02 جی بی استفاده کردیم و زمانی که از این اضافه تر بخوایم استفاده بکنیم get more storage ما میتونیم از قسمت استوریج بیشتر بای کنیم یا بخریم و clean up space ما میتونیم که clean up بکنیم space. پس من اگر روی get more storage برم بر ما یه آپشن میاره که را میخوایم بر شما همچنان بگویم و این به عنوان آخرین قسمت از درس یا معلومات امروزی ما در مورد درایو گوگل می باشه که فعلا ما به شکلی که شما میبینین 15 جی بی of storage فوتو درایو و جیمیل داریم و اگر ما بخوایم میره از 15 جی بی به 100 جی بی تبدیل بکنیم باید ما شما مانع 1.99 برای درایو گوگل بپردازیم و اگر بخوایم به 200 جی بی برسانیم باید ما شما اگر این استوریج بگیریم 2.99 هر ما باید از بپردازیم و اگر ما بیشتر از او ضرورت داشته باشیم شما میبینید که 2 تی بی هست که بیشتر از 2000 جی بی میشه، ما باید ماهانه در حدود $10 یعنی 9.99 month after همین دیسکانت را بر ما داده ما میتونیم استفاده کنیم. این بود معلومات در مورد درایو گوگل. نظریات پیشنهاداتتان برای ما بسیار زیاد حتمی است. من تمام معلومات کوشش میکنم به شکل درست انجام بدم و شما نظریاتتان برای ما بتین. اگر از این معلوماتی که برای شما ارائه کردم چیزی یاد گرفتین لطفا صفحه ما را لایک بکنین و چینل ما سابسکرایب بکنین تا معلومات و ویدیوهای نو در دست شما به زبان دری قرار بگیرد.